آوازاتون پسته اپا آوازاتون پسته اثر بگن خصوص نشنویدستم میگم که همی قفصون کدگی خوشرو وستوپات کدیسی کاش یک کاری دمی کردی که ما راحت میدیدیم دادر ما میدونی حال اینا ما نو فایرات منکدن ادیل پر سپاس اینا نو اومدیم و قطعی دیلبر خانه در اومدیم اول بچه ها را درکش نیست این چی کاری کدیسته ایتا شما را ادیل بردن؟ چی در کاری ایتا ده نه همی تا ده چی در کاری ایدو ده جان آخه ما نه تینجک ششتگی بدیم چی پای باید ای کار کردیم را از یا بار شما را ادیل بردن بچه ها را همه نوروز دیلوار همه را با کی را بردن؟ اوه نه همی هر چون ما را بردن خواب آزی چکا کردن شما؟ چی نمیرسه دیل شد آزی ما اول ای اپا آزی ما اول شما را پرسم شما را برای چی بردن ادیل؟ شما چی گناه کردین؟ برای که شما چکو کردین گفتن این دوده ایتر اول ما شما را پرسم ای اپا قیامت من جوابی خود میتم جوابی هیچ کاره دوده نمیتونم نه که آخه تو دودری مایی تو پوست خونی مایی ای بچه آخه تو ما را فکر نمیکنی نمو کاری شما چی معنی دوره همون کاری شما امی آزی چی کار اتمی شما بسیار کاری خوب کردین اوز یا گپ ما گوش که اپا گوش که دیل شو جان خب این جد در جاگرد ما خواب بوده فهمیدی بعد فکر کار زندگی خمون بوده میدونی تو بازی ما را نمیاد توفان کردین موندین بمی کارتون اوز یک ده میگم که ما پرسیدم اینجا گفته سن سوال گفتین خیلی او قدر فهمون نیست ما میگم شما چی گناه کردین که شما را عدل بردن شما را غم دادن با اون حال دو نفر دیگهش معلوم نیست درچون ما اگر اگون گناه که باشم پریچام شما ما همیرم نمیفهمم ما اگر گناه که باشم شما چیکار کردین شما چی گناه کردین که شما را میبرن عدل مختا میکنن دیگه ایده گناه میشد کلگی چیکار کردم اوچا جان سلام علیکم بچه هیچ روز نیست که همیو یک دانون کنن نولن بخرنده سرسو نمونم به چیتر اوخی اوچا جان ایو چی گناه کردن که یو را عدل میبرن بچه هم دیگه اوچا نگو دادر نگو اکن نگو خواهر نگو اپن نگو انا مخته میدونی هموجا تمام برای تو ما مردگی انت برای ما مردگی انا دیگه گم نزن